منزل جوگه همسر پیغمبرمون محمد صلی الله و آله و سلام، همسر یکمش خدیجه رضی الله عنها. مادرمان خدیجه رضی الله عنها که مادر همه مؤمنان هست، زوجه بهترین دوست داشتنی پیغمبر صلی الله علیه و آله است که قبرستان قبر. السلام علیکم برادرای عزیز. راه بلد چیزی که نشان داد، من صفحه راه بلد رفته گوش کردم، بعد خواستم که برنامه کنم. عین حال در سر قبرستان منزل جوگه همسر پیغمبرمون محمد صلی الله و آله و سلام، همسر یکمش خدیجه رضی الله عنها. من شما رو نشون میدم. درون بری قبرستان دیگه، این چیزایی که شما، این خبرایی که شما، این سنگایی که شما میبینید همش قبره. بسم الله الرحمن الرحیم. من میرم شما رو قبری خدیجه رو نشون میدم. اینجا همش قبرستان میبینید. قبره این 103 قبر مادرمون خدیجه. اینا میریم اینجا جایی که آیات میخونی. اینمی خبری مادرم خدیجه. اینمی الله مذهب الإمام طريقة فيه وعين الشريعة قيمة طريقة تهذيب الإسلام. الله آمين. القضية تشتية نشبندية مجددية عاطل الحق سلسلة طريقة لكل دين مهسر. الله آمين. والله والله هو بجد ناصر مشاهد الشك من همش قبرستان قبر. میریم با من شما ده ای بالا بنوار بگیرم. ها دوستان عزیز میریم دویده من برم که امروها قفونمونم وای میریم ای بالا سر قبر مادرمون خدیجه رو دیدن میکنیم. اینا برادرها در جا بدیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. Ну, 100%, так как история очень далекая, была 1400 лет, 100% никто не знает. Ну, так, удивительно, что это первое. اینا که منزل جوگه طرف بالاش ما شما رو بنوار میگیریم. اینا منزل جوگه که چندین صحابه هم اینجا خوان. قبرستان با بیتون کردیه که سالپاس بزرشته دیگه کسی من روچکا رو هجم میکنی میگه اینا میارن؟ اونم دیده است نمورا اونم رو هجم میکنی ده سالپاس مرده رو میگیرن میبرن دیگه جو. من یک بار هر راه بلد پرسان تقوی جان چخه تماشا چخه؟ هم احساس انشالله میریم یک چیرم پرسیم بو در همینجا منزل جوگه ده کیو که خوبه؟ اینجا منزل مادرمان خدیجه رضی الله عنها که مادر همه مؤمنان هست، زوجه بهترین دوست داشتنی پیغمبر صلی الله علیه و آله است که همه فرزندان غیر از یک فرزند از همین مادرمان بودن. و پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی که خدیجه در حیات بودن فقط یک اویله داشتن، به دوستش می داشتن، یاردمچی بودن پیغمبر صلی الله علیه و آله همه طرف، هم مالی هم معنوی. یعنی مادرمان در همین قسم قبرستان معلم میگن دفن شده است و ما اومدیم در حق مادرمان دعا کردیم که یکی از در سرشوی اسلام، یعنی یکی از دستگیری اسلام بودن. الحمدلله که اسلام با ما به واسطه پیغمبر صلی الله علیه و آله تو این وقت رسید. دوستاش بدونیم ما اومدیم الحمدلله حقش دعا کردیم. حسابی که مادرمان است و ان شاء الله در حق دیگه اصحاب کرام که اماکن پیغمبر صلی الله علیه و آله اینجا دفن و دیگه اصحاب کرام الحمدلله در این قسم تاریخیش الحمدلله
چقدر که میدن و 104 و اونجا بود رقمش هم 104 اومده کمتر بالاتر قسم تاریخیش که به رقم است. زنده باشه زنده باشه. خیلی بگو و الحمدلله ما چقدر که میدونیم از حضور قبرستان سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که ما اومده عبرت میگیریم، مرگ رو یاد میکنیم و الحمدلله یکم مرگ رو یاد کرده عبرت گرفته که ما فرد و با این قبر رو هم مقصد غنی و فقیر، کبیر و صغیر، عرب و غیر عرب همه بار میگردیم و با چی بگاج بار میگردیم، با چی عملها اینجا بار میگردیم. این یکی از حکمت است که ما باید با یاد بیاریم مرگ رو و عملهای خود رو صالح درست بکنیم و این خونه آخرت بازگشت اینجا خود رو تیار بکنیم. این یکی از سنت وای کردن حضور آوردن به قبرستان ها است. پیغمبر صلی الله علیه و آله میگوید که بسیار شما قبرستان ها رو مقصد حضور بیارید که مرگ رو برای شما مقصد وای میتید یادآور میشود و شما تیاریتون رو به قیامت خوبتر میکنید. برای این سنت بهترین رو ان شاء الله به قدر استطاعت به جا بیاریم. چخیلی که ببینید در قبرستان همه یکند. نه قبر اون کس کلان است، یک نه اون کس خورد، همه یکند، همه مقصد نزد الله چقدر که روزی حشر یک میشه در قبرستان یک گواهی میکنیم. از این دنیا فقط عمل صالح میبریم و غیر از عمل صالح دیگه یگان چیزی نمیبریم. بله. الحمدلله این عبرت رو باید از قبرستان بگیریم. البته. این نگاه اینجا هم شاه خوای هم فقیر خوای هم یهودی خوای و هم مسلمان خوای و همه اینه یک اینه همه یک نه طرح نیست بفکرم فرادش خراب باشه میریم اون طرف. اومد دوتان و گم نشو مصفدر در قبرستان. نه اکبر میگرده خیلی جاده اونه که کو ما وقت در رفت ترش داری نه بر رفته اونجا خیلی های منزل جاگهی مادرمون فتیچه دیدن کردیم. این همی خبرستونه همه جمع یک سنگک موندگی حتی چند بار باید گفته که علیش میکنن میبردارن دو سال پس علیش میکنن. این هیروی روایت ها چیزی که رو بلد گفت رو بلد خون میگه میدونه. این من شما را گوش راست کردم. باقی پناه خدا سر بلند و خانه آباد باشه. ها دوستان عزیز با من پرسان کردم که در این قبرستانی که شما میبینید نمیو شوی نوای مقصد نمیو آدم خوبه. مقصد که اینجا قبرستان هست که فقط آدمایی که در همین عربستان با دنیا اومدگان و عربان همه را اینجا دور میکردن. فقط مادرمان همینجا ایستادگی بده تمام دیگه سراغ قطعیت. مقصد چند ساله که سراغ داره اوش که مرد سراغ گذاشتگی را میبرن. مقصد من نمیدونم چیکار میکنن و در جاش نمیان در جاشون دیگه آدمو گور کردن میگن. اینم خیلی بده خیلی انا آدمایی که دیگه چند 40 کیلومتر اوسو میبرن گور میکنن. خیر روزی محشر همینجا در میشه. آدمایی که دیگه دولت‌ها میان زیارت که همینجا در بندگی میکنن یورا میبرن 40 کیلومتر دور میکنن. دشت کربلا در مدینه میشوند. خیلی خداوند خودش روز قیامت هر یک قبرستان نمبر داره رفتن. این همجا همه این قبر رفتن میگه قبرستان یا سراغ قطعی. مقصد دیگه پیمان میگه سراغ قطعی وقت بچید میکنن میبرن نمیدونم الان سمت چیکار میکنن. این اینجا ده ها این اینجا ده کوک شده نه اینجا ده تیاروان اون بلاکاشون گرفتگی اینجا ده کوک رفتن قبرستانشون نمیخونه. یعنی الله هم چی خصوصیت داره تایی سرش ده میمونن. خیلی برادر قبرستانی مکه قبرستانی مکه الله
خیلی درونی کورا خاندگی خونه تاریخ خیلی که همش تمام دوره صورتای دوره قدیم شبیه همش کم بوده که این مقصد اینه کرتا فروخته استایم کرتای زنانه تو جدا تمام این همه کرتا و لباس رو میفروشن ما همیشه شاید یک چیز دیدم راستی گفتم یک جور رفتم یک تاجیک خمون هم خیلی مقصد تمام این نمود روی مولچه خیلی نمیده فروخته استایم اینه مقصد اینم جدا فروخته استایم در روی مقصد که ایوای کردم شاید چیزیم که همین بناخی ارزون تاجیک خدمون ما زمان نمیدونه که من درباره همون قبضه استم یا که همون ما رکلام که استم ما برای تدونی خدا کسانی که در همین خانه خدا و در مسکو با هم خیلی جا داشتم وقتی که مسکو در میگه خلق خدمت میکنیم اکا خیلی معلومه که بچه های خدمت دو خلق خدمت میکنن در جای باشی نباشی شرط نیست که در تاجیکستان باشی خلق خدمت کنی در جای باشی نباشی خلق خدمت کن خدمات خودش راستی که بعد دیدم که همه چیزایی که دیتس کن کو همه جا ارزون همه جا ارزون قیمت اینا بدن و ارزون و گران بدن و خیلی نمیفهمیدگیش نمیفهمم ما خاص برای خدا این رقماش هم میمونم زنگش بزنین همین خونه خدا به کسی که باشه میارن تو این نمیتونم خیلی لباسایی که نمیشه در نمیره های نه سو در راه فروخته سن نمیشه خونه تون میاره یا که فایراتون میکنه خونش میرین همین گازی سودا سوم کو تمامی چی بعد تمامی نمو دورورم داشتم تمامی نمو دورور برای بفرزندا برای کسل خیلی هم ماشه با اوش خشم میو به نهایت بچهای بسواد بچهای با تمکین همین مدام محفوظ شدن این ما مراد نوشون گرفته است که برادران خدمت اونا میکنن این رقماشون زنگ بزنید تمام این نمود خدمت رسانی رو بعد شما میکنن چه توفا برای تاجیکستان میده چه جای نماز چه کرتا چیزی که باشه شما دا همین برادرای ما خدمت میکنن باقی سربلند و خانواده باشین خداوند یار و مددگار